شرکت سومون ایر یگانه شرکت هواپیمایی فعال تاجیکستان روز 30 میلیون سال 2023 از افزایش شماره پروازهایش در خط سیر دوشنبه میونخن دوشنبه خبر داد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعات سومون ایر از 19 ایون سال جاری این شرکت هواپیمایی پروازها را به میونخن و سمت بازگشت هفته 2 مرتبه روزهای چهارشنبه و شنبه انجام خواهد داد. زیاد شدن پروازها بین دوشنبه و میونخن نه تنها تاجیکستان را به کشورهای اروپا باز هم نزدیکتر می سازد، بلکه برای مسافران هنگام بنقشه‌گیری سفر امکانات‌های بیشتر فراهم می‌آورد. گفته شده است در اطلاعیه نشر شده در حال حاضر شرکت هواپیمایی سومون ایر پروازها را از تاجیکستان به آلمان، امارات متحده عرب، ترکیه، چین، هندوستان، عربستان سعودی، ایران، قزاقستان و ازبکستان و به چندین شهر روسیه انجام می‌دهد. پارک این شرکت از 6 هواپیمای معاصر بوینگ 737-800 و بوینگ 737-900 عبارت میباشد. خط سیر دوشنبه میونخن دوشنبه یگانه خط سیری است که تاجیکستان را مستقیما با اتحاد اروپا میپیوندد. از این خط سیر اساساً مسافرانی که نقشه سفر به اروپا و دیگر کشورهای دنیا از جمله به امریکا را دارند استفاده میبرند.